مسئولان بهداشتی شهر خوجند روز 22 اکتبر در 8 مرکزهای دلخوشی شهر را به خاطر پیشگیری از پاندمی کرونا ویروس بستند. مقامداران این نهاد میگویند مسئولین کلوب‌های شبانه توصیه‌های ستاد شهری عاید به پیشگیری بیماری کرونا ویروس را اجرا نکردند و مرکز نظارت بهداشتی شهر خوجند فعالیت چنین مرکزهای دلخوشی را برای سلامتی شهروندان خطرناک ارزیابی نموده است. بعد از به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی، وضع پاندمیکی کرونا ویروس کووید 19 پس از طرف آنها تشکیل شدن مانع‌های دزینفکسیونی، چینکنی تب در درآمدگاه‌ها، رعایت فاصله اجتماعی، بی‌نقاب درآمدن منع است و دیگر قاعده‌های بهداشت را رعایت نمودن و از طرف آنها مکتوب درخواست عاید به فعالیت شروع نمودن آنها وارد شود، ما با نظر داشت وضع اپیدمیولوژی برای فعالیت آنها خلاصه سنتری اپیدمیولوژی می‌دهیم. مالکان مرکزهای دلخوشی میگویند مسئولان بهداشتی بدون دادن مهلت و به موافقه با صاحبکاران این قرار را صادر نمودند. آگاه نکرده، نگفته، یک بار پیش مردم به نزد مردم به شرمنده کردن، این اری آداب نیست. ما چیکی نباشد صاحبکار اندوز کننده است. تنها در مرکز دلخوشی خواکانت بیش از 30 نفر خدمترسان‌ها کار میکنند و این مرکز ماهانه از 30 تا 40 هزار سامانه انداز می سپارد. به گفته مسئولان این مرکز دلخوشی طبق قاعده بهداشتی کارمندانش با محلول‌های مخصوص این بنا را تازه نگاه می‌دارند و بدون نقاب و دستپوش‌ها به میزاجان خدمت نمی‌رسانند. لطف‌الله یعقوبوف رهبر مرکز دلخوشی خواکانت میگوید در وقت پیدایش پاندمی کرونا ویروس نیز 3 ماه فعالیت نکردند و در موج دوم نیز در نوبت اول بسته شدن بینای آنها او را نگران کرده است. یکم فقط همین ضربه همین تویخانه و رستوران و همین مرکزهای دلخوشی میگیرد. اگر ریشش برویم اگر 40-50 آدم یک روز بعد اگر مکتب بگیریم، بازار بگیریم، من این باغچه بچگان بگیریم، استودنت ها بگیریم، یونیورسیته ها بگیریم، ده ها هزار آدم یک روز به همین رفت و آمد میکنند. از این پیشتر مسئولان اپیدمیولوژی و بهداشتی شهر خوجند در پی یک عملیات بیش از 100 کس را برای رعایت نکردن قاعده‌های بهداشتی از جمله نداشتن نقاب طبی جریمه کرده در 6 تویخانه و طربخانه ها را برای از معیار زیاد وارد شدن آدمان موقتا بسته بودند. وضعیتی وابسته به کرونا ویروس در ولایت سوخت بخصوص در شهر خوجند به گفته متخصصان بدتر شده است. در روزهای اخیر خبرهای نیز هستند که مقامات دوباره قصد دارند محدودیت‌ها را جاری نمایند. طبق آمار رسمی تنها در مرکز مأموری ولایت سوخت شهر خوجند 4650 حالت سرایت‌یابی با کووید 19 ثبت شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.